وقتی در تسک 2 اسپیکینگ آیلتس از شما سوال میشه که یک رایتر، نویسنده یا آثر، مؤلفی رو شما توصیفش بکنید که از نظر شما خیلی شایسته است یا میخواید ملاقاتش بکنید، میتونید از عبارت‌های خیلی کاربردی و نمره بیار استفاده بکنید که من برای شما آماده کردم و میتونید در کیو کاردی که ازشون شما پرسیده میشه اون رو استفاده بکنید. خب میدونید که در هر اسپیکینگی مخصوصا در تسک 2 شما باید 3 مرحله رو طی بکنید. ابتدا باید در مورد یک اینترودکشن خیلی خوب صحبت بکنید، بگید که من ژانرهای مختلفی رو میخونم از مؤلفان مختلف، یا کتابخونی من همیشه پر از کتابای خیلی جالبی که بر اساس اون ذائقه یا تیست من از اون ژانر استفاده میکنم. و بعد میتونی بگید که حالا یه سراغ اون رایتر. در قسمت بادی وقتی در ابتدا شروع میخواید بکنید بگید که اگر بخوایم صحبت بکنیم بر خصوص اون مؤلف مورد علاقه من، میتونی از عبارت when it comes to استفاده کنید. when it comes to my favorite author یا writer. when it comes to یه زمانی میخواید بگید که این نویسنده همیشه برای من یک نویسنده مورد علاقه بوده. میتونید از صفت all the time استفاده کنید. مثلا میگید که he has been an all the time favorite author. یا میتونید از صفت multi یا multi-faceted writer، یعنی یک نویسنده که توی حوزه‌های مختلف استعدادهای بسیار خوبی رو داشته. صفت multi یا multi-faceted. میخواید بگید که سبک نوشتارش خیلی واقعا قابل قبوله، یه جوری همه میپسندن. His writing style یا her writing style is much appreciated. و میخوای بگید که کلماتی که استفاده میکنه خیلی کلمات زیرکانه انتخاب شده برای اون رایتینگش. و بگید که مثلا his writing is full of subtle word، از صفت subtle استفاده کنید. میخواید بگید که آن چیزی که در نوشتار خودش داره نشون میده خیلی به بیان، خیلی با فصاحت و با شیوایی داره مشکلات مثلا جامعه رو نشون میده. حالا یعنی مشکل میخواید بگید مثلا در مورد یک حس یه چیزی رو داره نشون میده، مثلا حس زیبا و رمانتیک طبیعت رو. مثلا میگید که what or she or what he described in his یا her writing eloquently به معنی خیلی با فصاحت، با شیوایی، با بلاغت. از فعل encapsulate استفاده میکنید، یعنی که داره جزئیات رو نشون میده، خیلی قشنگ داره تشریح میکنه. encapsulate the problem in the society، یا مثلا romantic essence of nature. و در آخر زمانی که شما دیگه دارید میبندید پاسختون رو و به کانکلوژن میرسید، مثلا شما میخواید بگید که من واقعا باید ستایش بکنم کارشو. پس میتونید بگید I like to express my admiration for his or her work. I like to express my admiration. و در آخر میتونی بگی که صحبت‌هایی که میکنه، چیزایی رو که میگه، نوشته‌هاش یک تأثیر شگرفی گذاشته روی جامعه و مردم. میتونی بگی his statement یا writing style has had a profound impact مثلا on people and society. پس میتونی بگی his statement یا writing style has had profound میتونید از impact یک تأثیر شگرفی داشته روی جامعه و مردم. این عبارت‌ها و کالوکیشن ها و اصطلاحاتی رو که گفتیم رو میتونید در این رایتینگ تسک 2 استفاده کنید و بتونید نمره خیلی خوبی رو کسب کنید. Until the next post, take it easy.